بسم الله الرحمن الرحیم. سلام روی ماه قشنگتون، خوش آمدید عزیزان دلم. پوزش منو پذیرا باشید. ویدیوهایی که در کانال آموزشی برای شما میگذاشتم به تأخیر افتاد. همتون برای من عزیز هستید عزیزان دلم. این بار اومدم با یک سری از ویدیوهایی که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. این سری ویدیوها در مورد این هستش که چرا یک سری از انسانها خیلی راحت به خواسته های خودشون میرسن، اما یک سری از انسانها نه، هرچه تلاش میکنن، زجر میکشن، به خواسته های خودشون نه تنها که نمیرسن بلکه عذاب هم در زندگی میکشن. چرا؟ چه اتفاقی میفته و چه فرقی ما بین انسان هاست که این اتفاق میفته؟ میخواستم راجع به این موضوع با شما صحبت کنم. من چکاوک هستم، یک برون فکن. عزیزان دلی که من رو نمیشناسند میتونید لایک کنید و کد کیهانی بگذارید. کد کیهانی که عزیزانی که من رو میشناسن میدونن، اونهایی هم که نمیدونن باید بهشون بگم که کد کیهانی 1108 یعنی 1108 یعنی عشق و یا الله و 1108 یعنی 1108 هست. کامنت کنید و گوش کنید ببینید چکاوک برای شما گوهری گرانبها آورده. چرا یک سری از انسان ها خیلی راحت به خواسته هاشون میرسن ولی یک سری از انسان ها نه، هرچه تلاش میکنن نه تنها به خواسته های خودشون نمیرسن بلکه روز به روز عقبتر میافتن. مقاومت رو از زندگیتون باید بردارید. راه اینه، مسیر اینه. داره میگه که مقاومت رو باید از زندگیتون بردارید. هدف اینه. داره چی به ما میگه؟ صدایی از درون به ما میگوید مقاومت را از زندگی خود بردار. اصل سختی هایی که تو داری میکشی برای رسیدن به خواسته هات این است که تو مقاومت میکنی. میدونید چیه؟ به خلاف رودخانه دارید شنا میکنید. خیلی های ما به خلاف رودخانه شنا میکنیم، حالا خواسته یا ناخواسته مقاومت میکنیم، نمیذاریم اون قدرت مطلق الله، گاد، مسیر زندگیمون رو هموار کنه. حالا این مقاومت میتونه آگاهانه باشه، گفتم، و یا ناآگاهانه باشه، ناخواسته باشه. یعنی ما ناخواسته داریم این کار رو میکنیم و خودمون هم خبر نداریم. اگه کاملا با من باشی در این ویدیو کمکت میکنم تا راه رو برای اون جریان مطلق، برای صاحب کائنات، برای الله، گاد باز کنی. شمایی که میگی چرا من هنوز موفق نشدم، چرا فلان شخص اینقدر راحت به تمام خواسته های خودش رسید، کارهاش رو جلو برد، چرا من نه؟ من این چرایی رو برای تو بازش میکنم، میگم چه شده، چه اتفاقی افتاده. به شما خواهم گفت شما هم خیلی سریع به آرزوهای قلبی خودتون میرسید. آن چیزی که میخواهید و به صلاح شما هست بلا شک به اون خواهید رسید. خواهشاً برای پخش این آگاهی که من دارم بهتون میدم، پخش این آگاهی یعنی که برسونید به گوش اون عزیزی که دوست داره او هم بشنوه اما با ما آشنا نیست. این وظیفه شماست. با لایک کردن خودتون، با کامنت هایی که میگذارید، چه بهتر که نام الله رو تا میتونید کامنت کنید و برای دوستانتون هم شیر کنید. آماده باشید، چکاوک برای شما میگوید. خب حالا بهت بگم که چطور خودت، بله شخص خودت، جلوی موفقیتت رو در این همه سال گرفته بودی. میخوام برات این رو بگم. میخوام بگم که چطور اجازه بدی الله وارد زندگیت بشه، چطور معجزه در زندگی تو رخ بده. وقتی اجازه به اون قادر مطلق الله بدی که در زندگی تو حضور پیدا کنه، ورود پیدا کنه، تازه شروع مسیر زیبایی ها در زندگی توست. یعنی آغاز میشه زیبایی ها، تازه زندگیت وارد چرخه جدیدی خواهد شد. اون زمانه که غم به شادی تبدیل میشه، ترسهای تو به ایمان تبدیل میشه و هر آنچه غیر ممکن میدانی به واقعیت برای شما، برای شخص شما بدل خواهد شد. حالا زمانیه که باید بدونی الله اون نیروییه که فقط نظاره‌گر شما نیست. یعنی نیرویی نیست که فقط یک جا باشه و شما رو نگاه کنه و نظاره‌گر شما باشه. نه، فقط نظاره‌گر شما نیست. دارم حرفای خیلی خیلی مهمی میزنم. خواهش میکنم با جان و دلتون گوش کنید، بپذیرید، چندین و چند بار گوش کنید. بله عزیزانم، حالا زمانیه که باید به اون ایمان و باور قلبی برسید که الله نیرویی نیست که فقط نظاره‌گر باشد.
بلکه الله نیرویی است که حضورش میتواند تمام زندگی شما را متحول کند. اینجا یک اما داره. اما چی چکاوک؟ یک اما داره. اما الله زمانی میتونه این تغییرات بسیار عظیم رو در زندگی شما به وجود بیاره که بله درسته، زمانی که شما قلب خودتون رو روی او باز کنید و زندگی خودتون رو در اختیار الله قرار بدید. زمانی شما شاهد معجزات در زندگیتون هستید که به او اجازه بدید وارد زندگیتون بشه، وارد عمل بشه، اتفاقات رو رقم بزنه برای شما. این یک واقعیت بسیار بسیار بزرگ و عظیم. عزیزان دلم، به حرف چکاوک گوش کنید. دارم به شما میگم به لحظه ای فکر کنید که تمام تلاش خودتون رو کردید که یک موضوعی رو حل کنید اما هیچ چیزی تغییر نمی کرد. میدونید چرا؟ چون اون تغییر به واقع فقط از تلاش کردن شما نشأت نمیگیره. نیاز داره به الله، نیاز داره به صاحب کائنات. باید وارد زندگیتون بشه. میدونید؟ باید منطق نادیده گرفته بشه. باید غیر ممکنها به واقعیت تبدیل بشه. گوش کنید. خیلی از ماها به ظاهر داریم تلاش میکنیم که به طور کامل الله وارد زندگیمون بشه. به ظاهر دارم میگم، به ظاهر. اما واقعیت اینه که الله رو در فاصله دور، خیلی دور نگه داشتیم و سعی میکنیم خودمون بر اساس شرایط زندگیمون اون رو اداره کنیم، کارها رو درست کنیم. ما میتونیم. نه، ما بدون الله نمیتونیم. واقعیت اینه. یا از اعتماد به الله شاید خیلی از ما هراس داریم، شاید میترسیم. درسته؟ شاید اینطوره. شاید ناخواسته میترسیم. نمیدونم، اما باید بدانید، باید آرام باشید، باید از تلاش‌های بیهوده دست بکشید. باید اجازه بدید الله اوضاع رو در دست بگیره. معجزه زمانی در زندگیتون رخ میده که اعتماد به الله رو در تمامی وجودتون، سلول بدنتون بپذیرید. پذیرا باشید. امکان داره تغییرات رو فوری نبینید، اما مسیر به درستی در حال پیشروی است. این خیلی مهمه. آنچنان قشنگ همه چیز رو در کنار هم الله میچینه که تو لذت میبری و در آخر دقت کن به زندگی خودت. تا الان، تا همین لحظه دقت کن. آیا اتفاقاتی که برات تا الان افتاده تصادفی بوده یا شانسی بوده؟ هیچ چیزی در زندگی ما تصادفی نیست. همه چیز برنامه ریزی شده است. دقت کن. مداخلات الهی خیلی جاها به داد شما رسیده، جاهایی که کاملا به او اجازه دادید وارد عمل بشه. زمانی که به الله، گاد، قدرت مطلق بر کائنات اجازه دادید وارد عمل بشه، ایمان کامل داشتید، اون زمان اتفاقی عظیم براتون افتاده. اصلا میدونی مسیر تاریک بوده، نامشخص بوده و به یک بار مسیر روشن شده. مسیری روشن که الله برای شما مسیر رو روشن کرده، نه خودتون. باید باور قلبی داشته باشید. الله همیشه برای شما در حال کاره، حتی اگر بزرگترین نتیجه برای شما خیلی دور باشه. یعنی فکر کنید اصلا نمیشه، امکان نداره، نمیرسم. اما الله برای شما در حال کاره. الله برای شما مبارزه میکنه. الله برای شما، حتی بهتر بگم، مبارزه رو به قدرت تبدیل میکنه. الله از شما یک جنگجوی واقعی میسازه. الله شما رو در برابر تمامی ترس هاتون، تمامی خطرهاتون حفظ میکنه. هیچ کاری نیست که الله نتونه برای شما انجام بده. اصلا هیچ کاری وجود نداره. هیچ مانعی برای اون وجود نداره. الله رو باید به قلب خودتون دعوت کنید. باید زمانی که حتی در بحران نیستید، در آرامشید، اون موقع هم الله رو گزینه اول و آخر خودتون بدونید. قدرتش رو مشاهده کنید، ببینید. الله همیشه هست تا شما بگویید
الله من به تو اعتماد دارم. فقط منتظره، در انتظاره. بگو الله من به تو اعتماد دارم. وقتی با ایمان پیش برید، شما کوه ها رو هم میتونید جابجا کنید. آره، کوه های عظیم رو جابجا میکنید چون ایمان دارید. ایمان یک نیروی بسیار قدرتمنده. ایمان همون نیروییه که شما به الله اجازه میدید تا معجزاتی در زندگیتون انجام بده. ایمان دارید به این موضوع. این ایمانه که عقل شما هم از درکش خارجه، ولی اون اتفاق عظیم، اون اتفاق مافوق عظیم در زندگیتون میفته چون شما ایمان دارید که الله برای شما داره کار میکنه. بهتر بخوام بهتون بگم، که باید قبل از دیدن نشانه ها ایمان داشته باشید. قبل از دیدن یک مدرک، یک چیزی که بخواد به شما اثبات بشه، شما اون موقع باید ایمان داشته باشید. یا بهتر باز بگم، در حال طوفان یا قدم برداشتن زمانی که نمیدانید چه چیزی پیش خواهد آمد، باید ایمان و باور قلبی داشته باشید به الله قادر مطلق بر کائنات. در را به روی شما او باز می کند، مسیر را او هموار می کند. زمانی که شرایط مخالف شما هست، باز هم دست از ایمان بر ندارید. ایمان نیاز به صبر در زندگی دارد. ایمان واقعی زمانی است که شما به هیچ وجه من الوجود به او الله شک نمی کنید. ایمان واقعی اون ایمانی است که زمانی که اتفاقات بر وفق مراد شما پیش نمی رود، باز هم ایمان داشته باشید الله کار خودش رو خیلی خوب بلده. جای نگرانی نیست. به یک شغل نرسیدی، به یک نفر که دوست داشتی نرسیدی، خواسته هایی که داشتی نشده، اما چندین سال بعد متوجه میشی الله برای شما مسیر رو درست رفته. میپذیری، بپذیر مسیر را که الله برایت تعیین کرده. معجزه‌ای که نیاز داری و از صاحب کائنات، از الله، از گاد میخواهی، اون چیزی که خواستی همین الان هم در راهه. فقط زمان نیاز داره تا به تو برسه. شرایط طوری داره پیش میره که تو به خواسته های خودت برسی یا خواسته های تو به تو برسه. فقط زمان نیازه. سخن من چکاوک در کل این است، یا حرف من این است که تلاشت رو بکن، اما به نقشه‌ای که خدا برای تو کشیده ایمان داشته باش. الله خیلی بزرگتر از مشکلات تو هست. نباید احساس شکست داشته باشی، چون الله قدرت کامل است. قدرت این رو هم دارد که آینده رو به بهترین وجه برای تو بازنویسی کند. به الله اعتماد داشته باش، به الله پناه ببر و اون رو لنگر زندگی خودت کن. درسته مشکلات میان تو و میدونی، میخوام خیلی راحت بهت بگم، خیلی عامیانه بهت بگم، مشکلاتی که تو با دیگران داری اگر میخوای حل بشه، نیاز به الله داری، قادر مطلق بر کائنات. تمرکز خودت رو از روی مشکلات زندگیت بردار، اینقدر مبارزه نکن. به او ایمان داشته باش. هر وقت قدرت ادامه دادن نداشتی، او بود، او هست، او خواهد بود که شما رو به حرکت واداره. حرکت بده. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ واگذاری کامل امورت رو به الله بده. همه چی بده دست الله، بسپار به الله همه چیز را به موقع و دقیق. این حرف من این نیست که تو فعالیت نکنی ها. امیدوارم که تو متوجه شده باشی من چی میخوام بهت بگم. اون اصل مطلب من رو گرفته باشی، به تلاشت ادامه بده، اما ایمان داشته باش به الله صاحب کائنات. بهتر بگم به زمان بندی او ایمان داشته باش، اعتماد کامل داشته باش. و در آخر به شما عزیز دلی که صدای من چکاوک را گوش دادی بگویم بزرگترین معجزات زمانی رخ میدهد که شما اصلا انتظارش رو ندارید، اصلا انتظار ندارید، اما بزرگترین معجزه زندگی شما اون موقع است که رخ میده. ممنونم که به صدای من گوش دادید عزیز دل. لایک کن و نام الله صاحب کائنات، صاحب مطلق بر کائنات، حتما نام الله رو کامنت کن و با قلب‌های زیبا تزیینش کن و برای دوستانت هم بفرست. متشکرم.